در یک حالت بحرانی به تمام معنا قرار داریم. از طرفی میبینیم که گرفتار جنگ‌ها هستیم و خونریزی هایی که هر روز ما شاهد آن هستیم، و از طرف دیگری مریضی به نام کرونا همه من و شما را احاطه کرده است. مخلوقی را الله سبحانه و تعالی فرستاده است که غیر مرئی است، با چشمان دیده نمی شود، و الله سبحانه و تعالی با این مخلوقش میخواهد بعضی از بندگانش را امتحان بکند. ابتلاست، ابتلاء بسیار بزرگی است. از اینها چه کسی من و شما را محافظت میکند؟ با چالاکی و با قوت شما نمیتوانید در حفاظت رب العالمین قرار بگیرید. بنابراین عزیزان من در یک حالت بسیار خطرناک قرار داریم. هر کسی از من و شما وقتی که از خانه اش میبراید ممکن با یک حادثه و مصیبتی برخورد بکند و الله همه من و شما را حفاظت بکند. بنابراین توصیه‌ای که میکنم عزیزان من، آیت الکرسی را فراموش نکنید هنگام برآمدن از خانه. دو، توصیه میکنم که بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله را هیچ وقت هنگام برآمدن از خانه فراموش نکنید، چرا که پیامبر فرمود هر کسی این را بگوید هیچ چیزی به او ضرر نمیرساند. و سوم توصیه میکنم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السمیع العلیم. این را فراموش نکنید. 3 مرتبه صبح این را بگویید، 3 مرتبه هنگام شب این را بگویید که در حفاظت رب العالمین قرار بگیریم. و از همه اینها مهمتر پیامبر فرمودن من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. هر کسی که نماز صبح را با جماعت بخواند او در حفاظت رب العالمین است. هر کسی نماز خفتن را با جماعت بخواند او در حفاظت رب العالمین است. بیاییم که خود را در حفاظت رب العالمین قرار بدهیم. مخلوقات موذی در انتظار من و شماست. مخلوقات موذی، بعضی ها با چشم دیده می شود، بعضی ها مانند کرونا با چشم دیده نمی شود. ولی اگر متوجه رب العالمین باشید، خود را به الله بسپارید. نمیگویم تدابیر وقایوی را مراعات نکنید، تدابیر را مراعات بکنید. و اگر خود را به الله سبحانه و تعالی بسپارید، متوجه رب العالمین باشید، از دعاهای مأثور که منقول است از رسول خدا صلی الله علیه و سلم آن را دائم بخوانید، مطمئن باشید که در حفاظت رب العالمین قرار دارید. اینما کنا اینما